دادستانی کلی تاجیکستان یاور سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی پدپالکاونیک اکمل یوسفزاده را به گمان آدمربایی بازداشت کرده است. مقامات در این باره خبر ندادند. چند منبع رادیوی آزادی گفتند که اکمل یوسفزاده به آن گمانبر است که شب 12 ایون اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارتی تاجیکستان را زوراً به ماشین سوار کرده به سمت نامعلوم برده است. در نواری که به دست رادیوی آزادی رسید لحظه ثبت شده است که 2 نفر آموزگار را کشاله کرده میبرند. حادثه در محله یکم سویتسکی شهر دوشنبه روی داده است. بیش از 1 هفته باز از این آموزگار نشانه نیست. نزدیکان اسماعیل رحمانوف که در جستجوی او هستند گفتند که به مقامات زبان خط دادند که در این باره با رسانه ها گپ نمیزنند و به همین دلیل نخواستند با رادیوی آزادی صحبت کنند. به قول منبع‌های نزدیک به این 2 خانواده، همسر اکمل یوسفزاده با اسماعیل رحمانوف در دانشگاه تجارت کار میکردند. شاهدان میگویند چی ماجرای میان 2 همکار سر زده است و پدپالکاونیک شب او را برای صحبت دعوت کرده بوده است. اسماعیل رحمانوف 38 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. در کارگاه او دانشگاه تجارتی تاجیکستان 1 هفته باز بینشان بودنش را تصدیق کردند. مقامات تفتیشاتی کشته شدن او را از احتمال دور نمی‌دانند، ولی در این مورد اطلاعی دقیق در دست نیست.